اسب‌دوزی یکی از نمودهای ورزش باستانی مردمی تاجیک است و امروز هم در بین خلق معروفیت زیاد پیدا کرده است. در این موضوع ما حالا صحبتی داریم با پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان، کارشناس ساحه و محقق اسب ذاتی تاجیکی ارباب میرزا شمسیف. نخست از شما خواهش دارم درباره عموما اسب‌دوزی کمی اطلاع بدهید. چیزی که ما شاهد گواهنامه‌های تاریخی هستیم، اسب‌دوزی پایگاه یکی از عنصرهای اساسی است که مردم مشرق زمین اساساً با ذات‌های اسب‌های سواری سر و کار دارند. ذات اسب‌هایی که در تاجیکستان ما مشهور است با نام اسب تاجیکی، البته همچون سواری معرفی کرده می شود و هر سال چیزی که شما قید کردید در نوروزگاه پایتخت پدرام جمهوری مسابقه اسب‌دوزی به وقوع می پیوندد که این راه مکمل گردانیدن خود ذات بوده، ذات اسب‌های تاجیکی رو سال از سال تکمیل می بخشد. ذات اسب تاجیکی محصولی اسب‌های همین تک‌جایی می باشد که در نتیجه دورگه کرانیدن ذات‌های اسب‌های تک‌جایی با ذات‌های نادری اسب‌های جهانی به مانند ذات اصیلی سواری انگلیسی و ذات اصیلی سواری عربی به وجود آمده است. آیا اسب ذات تاجیکی در پایگاه‌های بین المللی با ذات‌های دیگر به خصوص انگلیسی، اخالتکینی یا ترکمنی رقابت پذیر است؟ با اسب‌های ذات اخالتکینی، ذات‌های قرابایری، ذات‌های قوستانی قزاقستان و ذات‌های قرغیزی نوع قرغیزستان می‌تواند همچون یک رقابت پذیر باشد، لیکن ذات‌های اسب‌های سواری انگلیسی اینا در تمام جهان چیزی که شما در پایگاه جمهوری دین تماشا کردید، اینها از همه بی‌دوترین اسب‌های جهان به شمار می‌روند و همچون دارای خصوصیت گنفاند جهانی می‌باشند که از ذات‌های اصیلی عربی و از ذات‌های اصیلی سواری انگلیسی دیگر ذات‌های بادپای در این دور و زمان به وجود آمده هستند. گفتن ممکن است که ذات اسب اصیلی سواری انگلیسی به خود یگان ذات اسب همتا ندارد، گفتن ممکن است. چرا وقت‌های آخر با اسب‌دوزی، اسب‌داری آدمان ثروتمند بیشتر توجه ظاهر میکنند؟ اکنون به اون معنایی که در رگ و خون انسان اسب همچون گن، همچون یک اگر کدام آدمی که یگان مراتب اسب سواری نکرده باشد و یک مراتب سوار شود، همون خودش رو کمچکل یک سرفراز، یک سربلند حس میکند. بنابراین در بعد یک گفتی دیگر هست از روی حدیث‌های جناب حضرت پیغمبر است که مثال بگوییم نکویی در پهلوی پیشانی اسب بسته شده است و باز یک گپی دیگر هست، بسیار گپی گوارا هست، قنات آدم و دولت انسان به حساب می رود اسب که از تا نیم روز اگر اسب ریسک خودش رو از آدمی زاد طلب کند، بعدی نیم روزی ریسک صاحبش رو از درگاه خداوندی قبول میکنند. در اونی که شما مثال آوردید که برای چه آدمای ثروتمند به این معجزه خداوندی بسیار شوق و هوس دارند، همین رو گفتم ممکن است که اگر کوپل هم شود، گفتن ممکن است که کمبغل اسب رو پیش گرفته نمیتواند. بای آدمی ثروتمند میتواند اسب رو پرورش کنند و از دعای اسب بهره مند شود. بگید که عموما نرخ بلندترین در دنیا و عموما در تاجیکستان نرخ‌های اسب‌های دونده چه خیلی است؟ اسب‌هایی که در مورد پایگاه قرار میگیرند و آنها در اuksion بعد 4 سالگی و 5 سالگی پیشنهاد کرده میشوند، ذات اسب تاجیکی تا $20,000 نرخ و نواد دارد در همین شب و روز. $20,000 و یکی نماینده خودی ذات میشود و بعد نام غالبی یا که چمپیون ذات میگیرند.
аспое ки дигар зот мисол зоти асли савори англисӣ гӯем ки бояд доимо дар пойга иштирок мекунанд дар ауксионҳои ҷаҳонӣ то чиле ки ман иттилоъ дорам соли гузашта як асп дар ауксиони байналмилалӣ қимати $200 миллион ба худ гирифт ки бо лақаби френкел буд аз тарафи як шайхи араб пешниҳод шуда буд $200 миллион савдо шудагӣ буд ки ин тасаввур кунед вай танҳо дар $200 миллион аспро мехаранд аз музоядаҳои байналхалқӣ ва онро барои аз бай гирифтани насл истифода мебаранд ва дига пойгада истифода намебаранд фақат барои гирифтани насл. барои суҳбати самимӣ якҷаҳон ташаккур аз шумо. Саломат бошед.